از عطرای تکراریم خسته شده بودم، تصمیم گرفتم برم خودم عطر بسازم. شروع کردم جنگی حاضر شدم، وسطش گشنه شد غذا زدم، لباسای جینگولمو پوشیدم و راه افتادم. سر راه به پیشیه غذا دادم، از رانندگی خوب بقیه تشکر کردم. اتوبوس گیر کردیم دیر میرسیم، مثل آدم برانیم. تا رسیدم به شعبه مرکزی عطر امارت که توی آبنبار واقعی بود. چه خوشگله. یه عالم عطر مختلف بو کردم و هر سری بیشتر برگام میریخت. واقعا اسمی که برای این عطر انتخاب کردم برازنده صورتی. اما بخورمش. از خودشونم مشاوره گرفتم تا بتونم عطر بهتری بسازم. سنگ ماه تولدم انداختم و راجع به اسمش خیلی فکر کردم ولی چیزی نیومد به فکرم. شما یه اسم برای عطر من انتخاب کنید. یه سری محصولم داشت که من شدیداً پسندیدم. بادی میست و بادی اویل و بالم لبای خوشبو که با هم میشن یه پکیج کامل از بوهای بهشتی. همونجوری که میبینید پکای عطر امارت هم انقدر خوشگله که خوراک کادو دادن هم هستش. راستی چون عطرها اکسترا پرفیومه و غلظتشون بالا، پخش بو و ماندگاریشون هم خیلی خوبه. 3 تا شعبه داره که آدرس کاملش رو توی کپشن براتون میذارم.